خزینه‌دار شعبه مالیه نویه جبو رسولوف ولایت سوخت به آن عیبدار می شود که منصبدار دولتی به حساب رفته با استفاده از مقام و وکالت خود از بودجه اداره زاکس یا بخش ثبت اسناد اولت شهروندی این نویه مبلغ بزرگ 109,500 سومونی یا بیش از $10,000 را تصرف کرده است. مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کرپسیون تاجیکستان روز 3 اکتبر سال 2022 در شرح این پرونده گفت پرتابی مهتر جاوید زاده در وظیفه متخصص شعبه خدمت رسانی ریاست مالیه نویه جبو رسولوف کار کرده شخص منصبدار به حساب رفته در دوام فعالیت کاریش در حالتهای زیرین جنایت از آن خودکنی و ساختکاری خدمتی را صادر نمود. چنانچه نام برده همچون سرپرست بخش ثبت اسناد اولت شهروندی نویه جبو رسولوف وظیفه گذاری گردیده با استفاده از برنامه الکترونی SGB نت از بودجه بخش مذکور مبلغ عمومی 109,500 سومونی را برای ساختکاری خدمتی به تصرف خود درآورد که در نتیجه به دولت ضرر کلان مادی رسانیده است. اگنتی گفت در رابطه به این دولت نسبت به پرتابی مهتر جاوید زاده بر اساس ماده های 245 قسم 3 بند ا و 323 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام تصرف پول بودجه و ساختکاری خدمتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده در پی انجام تفتیش پیشکی و تصدیق فکر عیبدارکنی به دادگاه ارسال کرده شده است. به جاوید زاده بر اساس قسم 3 ماده 245 برای تصرف پول بودجه به مبلغ بزرگ همچون جزا جریمه به اندازه از 1192 تا 1824 نشان دهنده برای حسابها و یا از 6 تا 10 سال زندان با محروم کردن از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن با فعالیت معین به مدت تا 4 سال تهدید می‌کند. همین طور بر اساس ماده 323 برای ساختگاری خدمتی به جاوید زاده همچون جزا جریمه به اندازه از 250 تا 365 نشان دهنده برای حسابها یا کارهای اصلاحی مهنتی به مدت از 1 تا 2 سال یا محروم ساختن از آزادی به مدت تا 2 سال با محروم کردن از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن با فعالیت معین به مدت تا 3 سال یا بدون آن تهدید می‌کند.